آیت الله العظما فیاض رحمت الله علیه، شادی ارواح مؤمنین مؤمنات اموات جمع حاضر بر محمد و آل محمد صلوات. نثار روح مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظما فیاض رحمت الله علیه، رحم الله تعالی لمن قرأ الفاتحه مع الاخلاص و الصلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة و السلام علی رسول الله و آله آل الله. اما بعد، قال صادق علیه الصلاة و السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا مات المؤمن الفقیه سلم فی الاسلام سلمة لا یسدها شیء. آقای امام صادق از آقا پیامبر اسلام حدیثی را در کتاب اصول کافی، کتاب فضل العلم، باب فقد العلماء، حدیث 2 در چاپ‌های رایج و معروف جلد 1 صفحه 38 می‌فرماید. خوب دقت کنید. اذا مات المؤمن، زمانی که دعوت حق را لبیک بگوید شخص مؤمنی که متصف به صفت فقیه، سلم فی الاسلام سلمتون، یک رخنه، یک شکاف عمیقی
در اسلام رخ میدهد که لا یسدها شیء، که او را دیگه چیزی نیست که جبران کند. در مورد از این حدیث فقط دو کلمه. ما دو نوع ضایعه داریم، یک ضایعه مادی داریم، یک ضایعه معنوی داریم. مادیات اگر ضایع می شود، از دست ما و شما می رود، قابل جبرانه. مال دنیا از دست آدم بره قابل جبرانه. اما ضایعه معنوی دیگه او قابل جبران نیه. مرگ یک فقیه را آقا پیامبر اسلام میفرماید مرگ یک فقیه، یک عالم ربانی، مرگش ضایعه معنویه. روی از این جهت لا یسدها شیء. این دیگه این رخنه و این شکاف دیگه خلاصه جبران نمی شود. این یک نکته. راجع به یک نکته ای که ما خدمت شما عرض کنم، خودم یک خاطره از آیت الله فیاض دارم. در سال 1379 ما مادر خود بردیم به کربلا. در زمان صدام بود. زمان صدام بود. وقتی ما رفتیم اون زمان محدودیت خیلی زیاد بود که مثلا زوار مراف همون لازم نیست، همین کم عادی خوبه. جور شد؟ اون زمان صدام بود، خیلی محدودیت زیاد بود. یک روز رئیس کاروان ما به بهانه سوغات خریدو ما را از گیر ماموران صدام خلاصه اعلان کرد که امروز زوارا فقط برای خرید سوغات میره. وقتی ما در بازار خلاصه رفتیم، از چشم و دیدی این مامورین صدام در شلوغی بازار خود را به اصطلاح چپ غلط زدیم. وقتی چپ غلط زدیم، از پیش روحانی رئیس کاروان، مداح کاروان، یک سید بزرگوار پیشنماز ما بود، بنده اینا هماهنگ کرده بودیم که بریم و محضر آیت الله سیستانی و حضرت آیت الله عظمای فیاض. واقعا ما وقتی که رفتیم در یک فضای جدید قرار گرفتیم، در یک برخوردی واقعا صمیمانه و خوبی قرار گرفتیم. وقتی ما رفتیم، 2 نفر ما با این سید بزرگوار پیش نماز ما بود، رفتیم در بیت آیت الله فیاض. وقتی از در وارد شدیم، حاجی آقا با 2-3 نفر عرب اونجا نشسته بود در اتاق خور. بعد ما که وارد شدیم، خب ما قیافه هم از دور پیدای دیگه. خب این حاجی آقا بلند شد. این برخورد برای از ما کلا تازگی داشت، چون ما در ایران، در فضای مرجعیت ایران، در فضای حوزه علمی ایران زندگی میکردیم. اونجا محدودیت های برای مراجع، با این که آزادی ها حکومت هم دیست مراجع و منتها مردم عادی شاگردانی مثل ما به مراجع رسیدو خیلی کار سختیه. اما اونجا رفتی، وقتی ما در وارد شدیم، حاجی آقا از جای خود بلند شد، چند قدم جلو آمد، مثل وطن با ما احوال پرسی کرد و واقعا ما خلاصه متعجب شده بودیم. بعد که خلاصه احوال پرسی کرد، با اون عربا گفت شما او طرفتر بشید. باز ما را آقا را در کنار خود نشاند. باز همون صمیمی احوال پرسی کرد با ما، حال احوال از ما پرسان کرد. بعد ما که گفتیم ما از مالستان هستیم، بعد سوال کرد، چند تا از علمای مالستان از ما سوال کرد دیگه. خلاصه گفت اوضاع و احوال چطوره؟ عرض کردیم. صرف این برخورد عالمانه و متواضعانه و خاکی و سادگی حضرت آیت الله او وقت
اینمی کلام پیغمبر به یاد ما رسید: العلم نور یقذفه الله فی قلوب من یشاء. حالا ما میخوام از اینجا چی برای شما عرض کنم؟ شاگردان عزیز، حضرت آیت الله فیاض هم یک روزی در چنین مدارسی از مناطق محرومی، از مناطق مظلومی چون مالستان خلاصه درس خوان، پیش آخوند شیرداغ درس خوان، بعد رفت پیش آقای آیت الله وحیدی و کل درس خوان، بعد از او خلاصه رفت و مسیرهای بسیار سخت را پیمود تا به نجف خود را رسان. در نجف خودش را رسان. او روز یک نفر نوشته کرده بود که حضرت آقا بیش از 77 سال تحصیل و تدریس و تعلیف و نشر معارف اهل بیت و عاشق. یاد ما نمی رود با ما گفته شما برید در افغانستان برای شیعیان کار کنید، ما را در کنار خود حساب کنید. خودش اونجا بود ولی دلش برای ما میسوخت، برای شما میسوخت. حالا پیامش چیه؟ شاگردان عزیز، شما اگر میخواهید، حالا امروز تعطیل شده، ما شما عزاداری، ما شما مصیبت داری، ما شما پدر خود از دست دادیم، پدر معنوی خود از دست دادیم. آدم پدر معنوی خود از دست بده خلاصه آیا رعایت نمیکنه؟ شما میخواهید خلاصه این مسیر را بپیمایید که در این چند روز شما دیدید هیچ مرجع تقلیدی غریبی در کشور غریبی چنین خلاصه تسجیل نشده. آیت الله فیاض از همین مدارس خست، از همین سرزمین محروم خست، درس خوان، علم خلاصه در وجودش شعله‌ور شد. العلم نور یقذفه الله فی قلوب من یشاء. اینمی نور و این علم باعث شد که امروز ما صبح خواندم یک دونه گزارش را که آیت الله فیاض گفته که مرز قوم را شکستان، مرز زبان را شکستان، مرز عرب و عجم را شکستان. یک بچه هزاره از منطقه محروم میآید یک همچه تحول را ایجاد میکنه، اینا چیه؟ از همینجا شروع میشه. ما خلاصه حالا شما باید حواستون خیلی جمع کنید. بزرگ گرامی، به اینجا نمیرسید مگر به دو چیز، به سه چیز. یک، خوب توجه کنید، این وصیت مولا امیرالمومنین، آقا امیرالمومنین به فرزندانش میگه، خوب دقت کنید: اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم. شما به علم نمیرسید، به کمال نمیرسید مگر این تقوی الهی رو پیش کنید. تقوا داشته باشید، نو طلبا. تقوا تنها نیه که برو کار مردم را، همینجی که خلاصه کارهای بی نظمی انجام میدید، خلاصه کنترل ندارید، رعایت نمیکنید، یعنی می خلاصه بی تقوییه. بی تقوییه گیر رقم باشید، بی نظمی باشید به جایی نمیرسید. دوم، نظم داشته باشید. نظم داشته باشید. وقت خوابشون، وقتی درسشون، وقتی تفریحشون، وقتی خلاصه مطالعهشون، وقتی مباحثهشون، کلش باید تنظیم باشه، معلوم باشه. و شما واقعا یک طلبه باشید، نه اینکه خلاصه خدای نخواسته از شما شکایت بشه، از رفتار شما، از گفتار شما، از نشست و برخاست بی خودی شما. واسه اینا در شأن شما نیه. نظم امرکم. سوم، نظافت شما. نظافت. حالا یک دنه مکو مگش پس گرفته گناه نکده دیگه. شما خلاصه لحظه به لحظه تشنابا رو خراب، وضوخانه رو خراب، راهرو رو خراب، فرشا رو خراب، اتاقای خراب. کی جور کنه ایره؟ در خانه اگر 5-6 نفر اهل خانه هر کدومش جدا خلاصه اوش فرش خراب کوش، پنجره رو خراب کوش، درگه رو خراب کوش، تشناب خراب کوش، حمام رو خراب کوش، چیزی در سنگ در سنگ بند نمون. اینا هم که خود چیز جور نشده، اینا هم خیلی هزینه در کارش. چی خوب باز نه شما که نادان نین، شما که همه تون هوشیارید میفهمید که اینا هزینه در کارشه، اینا زحمت در کارشه، اینا تلاش در کارشه.
خواهش مو اینه در همین روز انشاءالله تلاش کنیم، کوشش کنیم که اولا اگه بخوایم به جای برسیم و مراتب بالا برسیم، یک تقوا داشته باشیم، دوم نظم داشته باشیم، سوم نظافت داشته باشیم. اگه این کار را نکنید دیگه با چوب نمیشه شموره. با چوب کی چه وقتای شمور با چوب بگیره؟ شما که الحمدلله کوچیک هم نیست که چوب. خدای نخواسته آدم خلاصه به حرف میشه و چوب نمیشه. چوب نباید مثلا خلاصه نظم شما حاکم باشه، عقل و خرد و خلاصه ادب و کمال و معرفت حاکم باشه. دیگه ما از نداریم داستانه از آن قرار گرفتیم. خدایا خداوندا به حق پیغمبرت، به حق علی مرتضی، به حق بیبی دو جهان فاطمه زهرا، به حق آقای امام حسن و امام حسین و اولاد آقای امام حسین و مخصوصا به حق آقا حجت ابن الحسن، خدایا روح این عالم را از ما شاد بفرما. خدایا علو درجات برایشون عنایت بفرما. او را با پیغمبر آلش محشور بفرما. ارحم الراحمی را ما را خلف صالح این راه قرار بده. توفیق برای ما عنایت فرما تا بتوانیم این مسیر مفاخر را نصب العین خود قرار داده و در این مسیر گام برداریم. ارحم الراحمین فرج آقای ما امام زمان معجل و نزدیک فرما. خدایا این ختم قرآن را، خدایا این ختم قرآن را، این عرض ارادت را از ما به ساحتت قبول فرما و ثوابش را نثار روح مرجع آل قدر عاید و واصل فرما. روحش شاد و یادش را گرامی و واقعا عاش سعیدا و مات سعیدا. و السلام علیکم و رحمت الله.